سبیلای تو مگه هنوز عاشق اونی؟ دیگه چی کار داری؟ رعنا چی میگه عزیز؟ خب چی بگه؟ اونم خوشش نیومده. یعنی داداش هالوک خب دست بردار نیست. این زن اصلا هالوکو نمیشناسه. این زن اصلا هالوکو نمیشناسه. من میشناسمش. یه عمر باهاش بودم. یه پسر مثل شیر داریم. به این راحتی دست بردار نیستم. سبیل خواستم یادت بندازم شما طلاق گرفتیم. قانونی هست که نوشته باشه زوجایی که جدا شدن دیگه نمیتونن ازدواج کنن؟ خب برابر خیلی زود شروع کردیم. میخوریم و حال میکنیم. اینجا خیلی باحاله. دوباره عمه رنات خیلی ترکونده. منو نگاه. اگه دنبال ساواش میگردی من باش حرف زدم. نمیاد اینجا. باید همینطوری زندگی کنه. همه جای استانبول واسش جهنم میکنم. چرا اخم کردی عزیزم؟ اگه امشب با یکی دیگه آشنا بشم قش میکنم. از چیزی که فکر میکردی بدتره؟ خب یه جورایی متفاوته. متفاوت؟ مامان جونه ما داریم میریم. کجا؟ پیش علینا. باشه برید. بچه ها فقط 1.5 ساعت وقت دارین. کاری نکنی که من بیفتم دنبالتون. آسرین مشروب نخوری ها. باشه بابا. یالا پری شمارش معکوسمون شروع شد. من یکم باشون حرف بزنم. دخترا اینو بگیرید. این چی؟ امشب به مامانتون پیشنهاد ازدواج میدم. وای خدا عالیه. تابلو نکنید. ببین داره نگاه میکنه. نگاه کن ببین. خب وقتش که رسید بهتون اشاره میکنم شما هم انگشتر رو وردارید بیارید پیشم. خیلی رومانتیکه. آره رومانتیکه. قبوله؟ قبوله. خیلی خوب حالا برین. نگاه کن دوستای جدیدمون اینجا. من از اینا اصلا خوشم نیومد. علی با همون بدرفتاری کرد. چرا هنوز اینجایی؟ به خاطر این زایش کنی. سلام به همه. البته غیر از شما. اوف عالی شدی. چه خبر علی جون؟ آروم شدی؟ خب چی کارا میکنی؟ منم منتظر شما بودم. نه بابا جوری که دارم میبینم شما که امشب ترکوندی بی نظیری. علی یه کاری کن وگرنه من یه کاری میکنم. آروم باش توچه. چیزی میخوری؟ خیلی دلم میخواد اما نه نمیخواد. پری جون تو یکم برو اون ورتر. همش کنار من بودی. خب از ازمیر میگفتی نصف کاره موند. منم تو آلتاشای خونه دارم واسه تعطیلات میرم اونجا. جدی میگی؟ ما هم اونجا خونه داریم. یعنی بعد موقع میریم اونجا و خوش میگذرونی. حوصله این بحثا رو ندارم. من میرم. باشه داداشم برو. خب ما چطور شما رو تا حالا تو آلتاشای رویت نکردیم؟ انگار اگه همدیگر رو میدیدیم یادت میاد. ناحقی نکن. از این زیبایی ها همه جا پیدا نمیشه. خیلی ممنون اما باشه خوشم اومد.
چقدر شیرینی. برو ببینم. سلام. معذرت میخوام اگه ترسوندم. پری؟ نه منو نترسوندی، فقط فکر نمی کردم که اینجا ببینم. بعد از اون رفتن با شکوهمون. نه منظورم اون نبود، منظورم این بودش که تو مثل بقیه نیستی. آبجی آیندت خیلی خوب با امره جور شده. اون خواهرم نیست. منو خوب نگاه کن. اون شب واسهش چی کاره که نکنه. از الان دستت درد نکنه. اگه نقشه ای هم داری بگو، منم هستم. چه خبر امره؟ حالت خوب به نظر میرسه. تا قبل از اینکه تو بیای خوب بودم. آروم باش قهرم. تو به دل نگیر عزیزم. امره دوست پسر قبلیم بوده، واسه همین اینطوری قیافه میگیره. هنوز درد عشق میکشه. اما به نظرم اصلا شبیه شکست خورده ها نیست. تو چه؟ بذار خوش باشی. با هم خوش باشیم. من مشکلی ندارم. خوبه الان شبمون روشن شد. فقط عزیزم خوشگذرانیامون واسه تو ممکنه مناسب نباشه. ما ازمیری هستیم عزیزم، سوسول استانبولی نیستیم. ببخشید یه دقیقه لطفا. دارن ازدواج میکنن، همه چی هم تکمیل کردن. چه عروسی؟ چه عروسی؟ عروسی عمت، عروسی آقا هالوک دیگه. عروسی نیست، تولده. تولده؟ به تو اینطوری گفتم؟ کی؟ همون شرکتی که ازش اومدی. مگه نگفتی واسه کار اومدی اینجا؟ آره درسته. خوش اومدین آقا ساواش. ممنون. آقا ساواش؟ من پسر صاحب تولدم. پسر هالوکیه؟ نه، خواهرزادشم. ازت خیلی متشکرم، واسه آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم دیگه همدیگه رو نبینیم آقا ساواش. دختر ببین چه خرجایی میکنن، نصف بودجه مملکت آوردن اینجا. Misafir geldik. İzmir'e dönmeyi iple çekiyorum. Sen de gördün, benim oradan kaçmamışım bir nedenim var da. Senin ne? Bilmem ki ya, pek sarmıyor beni. Ya da ben onları, öyle karşılıklı bir şeyler işte. Anlıyorum, genelde ben de öyle hissederim. İyi gezegende yalnız olmadığını bilmek güzel.